رئیس، میخوایی پیش روی دختر قتل کنی؟ الیف هنوز ما را نمیشناسه. اگه کدام گپ شوا باز چی؟ همه قسم پایین بیا. آفرین. از دیدنت زیاد خوش شدم. از دیدنت هم خوش شدم. اوپا اوپا. خب چی وقت به امریکا میری ها؟ هفته آینده، اگه از طرف تو کدام مشکل نباشه. اگه اینجا باشی با زیاد خوشخواد شدم. ما به کمکت ضرورت دارم فیلر. ضرور نیست به خاطر کمک کردن به تو اینجا باشم. هر وقت بخوایی هستم. نمیخوایی مرا با دخترت معرفی کنی؟ ایلی دخترم میشه اینجا بی؟ بان که خوش باشه. استانبول به خاطر کلان شدن شهر بسیار زیبایی است. میشه ایره به خانمم بگویی ها؟ هیچ نمیخواد در استانبول زندگی کنه. مطمئن باش که 6 ماه بعد عاشق استانبول شده و اینجا خواهد ماند. یعنی چی که گریان نکنم؟ آقا شما در کجا دیدین که پول سوخته را تبدیل کرده باشه؟ خبر براتون وقت رسیده. خیمه چی کنم؟ ایره همه بانک خودتون چاپ نمیکنه؟ بانک مرکزی چاپ میکنه آقا. مرکز یا شعبه مره چی؟ بیبی عکسی اتو ترکم معلوم میشه. تیکو معلوم میشه. مهمترین قسمتش ضرر دیده. ندیده؟ یعنی چی که تبدیل نمیکنین؟ بگی. آقای محترم نصف پول سوخته. خود تو هم نصف شبته وی؟ اگه یک آدم فهمیده می بود میگفت اگه اتفاقی وقت رسیده تو گناه نداری. معلوم میشه از آدم های فهمیده نیستی بچیم. محترم گناه خودتان است. اگه به یه آدم کردیت میدادین باز پولایتان هم میسوختن؟ نه؟ جوهر غلط کردی. خونه در گرفت پولام سوخت دیگه چطور کنیم ها؟ آقای محترم ما به یا خانه گفتیم که کردیت کارت نمیدیم.
گفتم یا نمبر مالیه را بیارین و یا نمبر کارت معاشتانه. من پول در بانک ننداختم. معاش چی کنم؟ بچه به بانک چی ضرورت بود؟ همین موضوع رو فراموش نمیتونی؟ توبه از نصف پول خود تیر شدم. کلش خو نمیتی. تو میمردی که یک کارت بندازی این قدر یک قطی گوگرد برام میداری ها؟ چی گفتم میدادم آقا؟ خوب در زندگیت یک کار خیر میکنی قربانت شو. اگر به جای شما می بودم در بانک سرمایه گذاری میکردم. بگی اینه سرمایه گذاری میکنم. بچه این دهی زمانه کارتایی خرابی ها را داره. تو چرا همه سر من گرد میدنی؟ کلگی کارت داره. موضوع اعتبارت. ها اینه پرسان که مدیر صاحب آمد. بیادر میره بگو آقا یاشار کارت داره؟ طبعا که داره. اولادش در خارج است البته دیگه پول میگیره و روان میکنه. خاک ما رو به بیگانا میفروشنیم. خانم قایدت هم کارت داره؟ تو استغفر الله. آقا ازاد کت پول نقد چی کنه و کت بیاقل. دست و پایی و آدم ده طلا و نخره گور است. خانم شام کارت معتبر داره. نه شاید به خاطر ساتیریش گرفته باشه. اولادشون نمیشنی چطور کنیم طبقیشون میگی یکان کار کنی. آقا ذوالفقارم پرسان کنین حتما کارت داره. نه دیگه نگوی که کلشون داره. طبعا که داره. آقا ذوالفقار در بانک ما پول خدا نگهداری میکنه. اونا مشتری محترم ما هستن. یعنی چی؟ یعنی من محترم نیستم؟ همی که کردیت کارت ندارم محترم نیستم. گادیوان محترم است. زلفای قاچاقبر محترم است. عزت بدفوکس یا یاشار کل خراب او دیگه ایش خوب پرسان نکو. موروی ظرفشوی مال محترم شده. بله او آقای محترمم داره. وای خدای من وای مرادم محترم است. مورو کار داره. در سرت مورو چی خواهی در سرت بکنم. چیگه پس؟ Hawkins. نامی روزنامه‌نگار در میاد ثبت شده باید کنترل شود. درست است آقا. خوی اینجا چی نوشته که چشمم کار نمیتزه ای. چی نوشته که در اینجا ایش فهمیده نمیشه. بابا ابی عاشق نکن. یک دفعه پیش دکتر برو. اینجا خو کار میشه دیگه. دکتر چی کنم؟ آله خوب برات ضرر نمیکنه. یک دفعه برو پیش دکتر برو خیره دیگه.
اگه نمیخوایی من میرم دکتر اینجا میارم. چشمای مجهورت. همه امداد به عقل نیست که میایه. این امداد خود دیدی دیگه. اوف 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 اوف. ناق میگه چشمایم کار نمیکنه. امداد یکی از این سیباره در سر ایبان. حالا زود باش میخوایم نشان بزنم. میخوایم ببینم که چشمم کار میکنه یا نمیکنه. پس کلاوده چی میکنی ها؟ امرم است بچم. آرام باشید. کلمه خراب نکن. بابا میخوایی مرا بکشی؟ مرا میکشی ها؟ چشمایم کار میکنه جوهرم یا نمیکنه؟ بابا امداد پشو که بروسلیواری میزنه. امداد چی شد؟ سیب زدم یا کل جوهره؟ نه بابا، فکر کمپانی سیب زدی به خدا. هیچ چیز یاد نگرفتی. به جایی که تشویقم کنی آدم میگی بابا کور شدی چشمت کار نمیته. شاید بگویی زیزا پیر شده باشه، پایش در لب گور است، کور شده کور. چند روز بعد از غمش بیغم میشم. بازو وقت چی یک رقصی خواد کردی. خوب حالی بریم بگو چشمم کار میته یا نمیته. یه بزن دیگه. سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم سلام. علیکم بیا در سلام. بیا زیاد خسته هستم. بیخی جو هستم. ای خیرت باشه. کدام بخیر تو را خسته ساخته؟ ای بانکای بیعقل یک کردیت کارت به ما نمیتن لودو. زیزا تو کارت چی میکنی؟ یعنی چی که چی میکنی؟ همو کاری که تو میکنی ما میکنم. اینا در جیبم قرار ماندیم، هیچ برش ضرورت ندارم. پیش ما قرار باشه، ما مصرف نمیکنم. زیزا تو یک کردیت کارت گرفته نمیتونی، همی تو را خسته ساخته. نه خسته نساختیم. باید بگویم که همه ما تا چی وقت ای قسم باشیم، چی وقت آدم خود شدیم، سعی کده کدام سن و سال رسیدیم. زیزا تا ای سن رسیدی اما جدا بودی بیا که شریک شویم، یک جای کار کنیم، یک کار خوب گیرم آمده. چی هست؟ از ایران اسلحه گرفته سر سوریه مفروشیم. سوریا به لبنان میبرن. لبنان یا ایلوده دیگه اسلحه را چی میکنه زلفو؟ بابا لبنانی ها نیستن، حزب الله هستن. کدامش؟ مردم خاصشان، اونا کار دارن. بیادر اگه ما ای کار کنیم باز دولت به ما کارت میته. کارت چندین تیلری خریداری میکنه. جای برمو چهار طرف پاک شده یا نه؟ درست است بیادر. دل جمع بیادر پاک شده.
لطفا کمی آرام باش. اگه بیدار شما باز خوب نمیشه. زیاد نزنین خواست. فیلر تو رو روان کده؟ به خاطر کشتن ما چه خبر داده ها؟ ما به خاطر بردن دخترم آمدیم. گفتی دخترت؟ دخترم ایلی دختر تو هست؟ نامش ایلیف است. تو اشتباه کردی. پدر او مست. هیلاری را از ما گرفته بود و به تو فرزندی داده بود. ای با فیلر چی رم داره؟ ما کل چیزا به دست آوردیم. دختر ما. در این دنیا هر کس یک نقطه ضعف داره. هیلر حتی نقطه ضعف تو را پیدا کرده. تو بولاد علم دار هستی همه تو. بله. دوسیت ما خواندم. خانم و دختر تو مردن. درست است که خانم مرد، اما دخترم پیش تو است. تا جایی که فهمیدم تو میخوای کی مرا بکشی. دوای که ایلی میخورن باید نوشته کنن. باید در وقتش بخوره. با بعضی چیزا حساسیت داره. ماچم که تو داری یا نه. اما باید منظم تو زمینی بخوره. مادرش همی قسم بود. در تمام عمرم ای بهترین تحفه بود که گرفتی. گرفتن اولاد دیگرها را تحفه نمیگن، فهمیدی؟ نمیفهمم. ما فکر میکردم که تحفه خداوندیست. تو به CIA خدمت میکنی. خداوند چرا به تو تحفه بته؟ بگو چرا برات تحفه بته؟ او کارم هست. ایلیم دخترم هست. شاید مرا درک کرده نتونی. تو هم پیش پدر مادرت کلان نشدی. دخترم مجبور نیست پیش بیگانه کلان شوه. نیست. اما لازم نیست که کل عمرش در خطر باشه. میفهمی؟ بعد از کشتن من اینجا نباشه. تا جایی که میفهمم بسیار پول داری. هر جایی که خوش داری برو. میخوایم ایلی تا آخر عمرش خوش و خندان باشه. ما و دخترم در همی وطن زندگی میکنیم. خوش یا جگرخون. پدر دخترم. من اینجا هستم دخترم. من نمیخوایم خواهم شوم. باید استراحت کنی دختر نازم.
است؟ دوستم است. حالا بیا برد قصه خوب میخوانم. بیا. آب. روزی از روزا یک روبای خورد در کلبه زندگی میکرد. یک روز این روبای برگشت به خانه خود گم کرده بود. رفت به یک قریه بسیار بزرگ رسید و دید که قریه بسیار سرسبز و درختای بسیار بلند داره. میخوایی در بغلت بگیریش ها؟ باز بیدار خود شد. باز پشیمان خواهد شدی گفته باشم. یک روز ما برش یک وعده داده بودم پولاد. حیوانات بسیار دوست داره. ای وعده مرا پورا کده میتونی یا نه؟ ایره بگو. تو را نمیکشم، اما تنها امشب رئیس گفت که داخل نشین. اما زیاد وقت شد بچیم. ما شرف شرمیتیم خلاص دیگه. ما بگیرمش رئیس. بیدار خود شد مموتی. بیاین. بیادر. حرکت کنین. چرا او را نکشتی رئیس؟ در وقت فشار دادن ما شیلیف بیدار شد. خوب کردی رئیس، چون او را پدر خود فکر میکنم. حالا کجا میریم بیادر؟ دیگه کجا بریم بچه؟ پدر کلانش میخواه نواسی خود ببینم. یک دفعه نمیشه بیادر. پیش لیلا میریم. اول باید کت مادرم گپ بزنیم. رئیس و آدم نکشتی، اما یک روز بلای جان ما خواهد شد. راست میگی عبدالله، باید او آدم هم میکشیم. پس نگویی که نگفته بودی. اول فیله را میکشیم، بعد از او یک راه حل پیدا میکنیم عبدالله.
اولا دلم دار قسمی که گفته بودی آدم زیاد هوشیاری نبوده. اشتباهی بزرگی کرد که او را نکشت. کسی که احساسات خود یک طرف مانده از عقل و فکر خود کار میگیره. میفهمی از چیزی که ما برات گفتیم بسیار زیاد هوشیار است. با او چی ربطی داره؟ فقط به خاطر محبت با دخترش باید او را میکشت. اما بازی را که ما با اونا پیش میبردم فهمیده. یعنی کار دل مرا انجام نداد. و باله چی میکنی؟ یک بازی جدید پلان میکنم. با این کار وقت داری؟ باید ترکیه را ترک کنی و بری. با سوالات وقت مرا نگی لودی بیعقل. کی است؟ ما هستم. ای کی است؟ وایسا که بیدار نشه. ای دختر دیگه کی است؟ ایلیف است. کدام ایلیف؟ دخترم زنده است لیلا. تو مزاق میکنی همو تو نیست؟ نه مزاق میکنی. واقعا بسیار زیاد خوش شده. به نظیف مادرم شانم خبر دادی؟ حالا پیش اونا میرم. ایلیف چند دقیقه اینجا باشه. بعد ایرام پیششان میبرم. بدون اینجا جای دیگه ندارم که ببرمش. کار خوب کردی. راستی پولا چرا ایره برم نگفتی؟ چند ماه میشد فکر میکردم کدام کاری میکنی اما نمیفهمیدم. تو از این خبر داشتی کی فرارش داده؟ تو را میشناسه نمیشناسه؟ میفهمی که برات کل چیز قصه میکنم. حرکت میکنیم آقا. من اینجا میمانم. اما آقا چی خواد کردن؟ میاین و مرا میکشن ها؟ تکت بگی میخوایم هرچی زودتر به امریکا برم. با ما و با ایلیف. نه که میخواین پس برین آقا. تو فقط تکت بگی. ها پرواز خانمم سباس ها؟ بله آقا سباس. ها برش زنگ میزنم میگم که نبیایه.
درست است آقا. خیرت باشه پدر. یک دفعه که از پیش ما میری 10 روز 15 روز بعد میایی. با تشویشت میشم کجا میباشی چی میکنی. خبرهای خوش براتان دارم پدر. راستش ما هم به خبرهای خوش نیاز دارم. مادرم بیدار هستن. او کجا خواب داره؟ آه. بیا. مادر جان بچه چطور هستن مادر جان؟ زنده باشی بچیم. تو چطور هستی؟ خوب هستی؟ خوب هستم مادر جان، کاملا خوب هستم. بیبی شله بودی که خوشو حس میکردم که بچیم خواد آمد. این آمد. بچهت میگه برای ما خبرهای خوش داره. انشالله خیرت باشه. سه ماه میشه که از این موضوع خبر شدیم، اما ای که موفق میشم یا نمیشم باور کنین هیچ مطمئن نبودم. یکی برم گفت دخترت نمرده، زنده است، او را پیدا کن. بچیم تو چی گفته میری ها؟ ایلیف زنده است مادر جان. مطمئن هستی جان مادر؟ بله مادر جان. ایلیف از پیششان گرفتم. ایره خب به خاطر فریب دادن من نمیگی، اما تو نیست به خاطر که دل من خوش بسازی. اگه مرا فریب بتینی به خدا حق ما برات حلال نمیکنم. چی ربطه داره مادر جان؟ خدایا شکرت. خدا را شکر. خدایا 1000 بار شکرت. شکر خدایا، شکر خدایا شکرت. نواسم حال کجاست؟ در خانه لیلا است. چرا اینجا ناوردیش پولاد؟ خواستم اول از ما بشنوین، بعدن بر علاوه ایلیف فکر میکنه پدر و مادرش دیگه مردم هستن. خواستم چند روز بگذره بعدن بیارم. یعنی هیچ نمیشه که نواسه خدا ببینیم ها؟ قسمه که براتم گفتم پدر، ایلیفا یک زن دیگه کلام کرده. به خاطر فهموندنش با وقت ضرورت دارم. اما تو را میشناسم، تو نیست. نه مادر نمیشناسه. عادت میکنه بچی. او از خون تو است، از گوشت و پوست تو است. حالا بچیم اینجا نباش، پیش دخترت برو. همراش وقتت از سپری کن که هم خودت و هم ایلیف ما راحت شوه. حداقل در وقت خواب میدیدمش.
آرام باش اگه بیدار میشه نظیفه. صدای مادرم است. ما شما را میرسانم. نه تو اینجا باش باشیم، بچه ما را میرسونم. چی میشه اینجا باشیم؟ من میخوایم که همینجا باشم. درست است پدر؟ توبه محل دختره. با بچه بگو موتر بیارم. بیا که برم. چو 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 چو. پدرم کجاست؟ پدرت باز میایه. تو دیگه کی هستی؟ ما پرستار جدیدت. ما پرستار جدید نمیخوایم. اما پدرت میخواه. حالا حالا بخی دستوری تبوشوی. پرستار سابقت برات نگفته بیدار که شدی دستوری تبوشوی؟ من خونه میفهمم تشنابی خانه در کجاست؟ یک دفعه برو شاید اونجا باشه. حالا مادرش ندیدیم اما فکر میکنم مثل لیف بوده. کجا اجازه دادی که دربارش برات بگویم؟ عبدالحی و مماتی کجا ازت دور میشن که برم بگویی؟ اسلحه و طفل خورد در بغلت بخوانم ای. این الخو هیچ باز نمیشه. تو باش من میبینم. بیا که بازش کنیم. اوپا. پدر ما زنگ بزنین که بیایه. امی که کارش خلاص شوم میایه. ای تو که از به محترم زنگ بزنین. درست است؟ اول چایتا تیار میکنم. چایتا بخو باز بعدم برای زنگ میزنیم. اما شما خو نمیفهمین که من چی خوش دارم. دیگه به خو مادرم میفهمه زنگ بزنین. خب تو برام بگو چی خوش داری؟ کلگی میفهمن که تخم مرغ خوش دارم. درست است. خواهی یک جای میریم تخم مرغ پخته میکنیم ها؟ سعیز. حالا بیا که بریم. بدو. در خانه تخم مرغ نیست. اینجا خود تخم مرغ نیست. درست است. حالا تخم مرغ خواد رسید. درست است. اما چی وقت؟ یک دو نیم حاله میرسه. کمی حوصله کن. درست است. حتما میرسه. راستش هیچ چیزی نیست. من تخم مرغ میخوایم. این چه کمی عجله کن مشنوی دیگه. زود پس میاییم. پدر زود چاین با پدرم زنگ بزنین یا با مادرم اما چرا زنگ گریان بزنین. میکنی؟ پدر الیف جان. پدر جان. پدر کسی را که پدرش میده او کجاست؟ در استانبول است. پدر خب برای زنگ بزن که بیا. پدر من
پدر من میخوایم. پدر گریان کده فراموشش میکنه لیلا. پدر من پدر من میخوایم. پدرم کجاست؟ بگی بخور. نمیخورم. فقط یک لقمه دیگه. پدر ایلی پدر جان لطفاً بیاین خانه خودمو بریم. میشه گپ ما بشنوی دخترم؟ با پدرت وعده داده بودی وقتی کارم زیاد باشه باز مرا درک میکنی، باید داری یا نه؟ اما من نمیخوایم که اینجا باشم. من اینا را هیچ نمیشناسم. اما این انسانات را بسیار دوست دارن. هر وقت خواسته باشی به من زنگ زدن میتونی. فکر نکنم زنگ زدن و آمدن تو به اینجا درست باشه، فهمیدی؟ از کار دیشب خبر شده. تو یک چند وقت به او رسیدن نمیتونی. اگه ما برش نرسم او به تو میرسه. شاید. اما قدرت اینجاست، در کنترل فیلر است. تیما تحت امر او هستن. نگه خانه مرا نه پیدا کردن میتونستی و نه هم داخل شدن میتونستی، نه دیدن میتونستی. ما فیلر را پیدا میکنم. یک تکت خب به ما گرفتین. خیلی او دومیش از کی است؟ ترکیه را به قدرت‌های منطقوی تقسیم کردین. ای اولین اشتباهتان است. ما پلان دوم خدا پیش میبریم. بارها گفتم که سیاست ترکیه و جواری ای کشور را پیدا کنیم، اما ترکیه از دست ما رفت. ترکیه هیچ جای نرفته. بدون ما هیچ چیز نمیتونن. با بیدار شدن ترکیه را قوت میدی. به خاطر به حرکت آوردن این مهره ها که سالها حتی قرنها منتظرش بودیم باید بیشتر تلاش کنیم فیلر. اگه تو خوب خدمت کرده میتونی بسم الله. ما به خاطر دوست شدن عربا با ترکیه هرچی از دستم آمده انجام داده، تدبیر خدا گرفتیم. ترکیه با دیکتاتورها مخالفت نشان داده. گفته با همسایه ها ارتباطشان را قطع کنن. بعد از اینکه دیکتاتورها را ختم کردن به حالت رسیدن که نتونستن کارا را کنن. ما پروژه هایی داریم که چندین قرن طول کشیده. امروز هر کسی که اقتدار است با ما مهم نیست. با ترکیه رسیدن نمیتونین چون مردمشان همدست هستن، چون مسلمان هستن. مسلمان چیزی را که تو نمیفهمی ای از وقتهای سابقه ختم شدن. عربا یک روزم صبر کردن نمیتونن. او آدم باید میرفت که رفت. گذشته همیشه پناهگاه انسانهای هوشیار بوده. تو با اشتباهی که داشتی، با وجود تمام کارهایی که طی اینقدر سالها انجام دادی فیلر، این تکتا از ما و از دخترم است. سه روز بعد به امریکا رفته استعفا میدم. اگر دخترم همراه میه باز. دخترت از پولاد علمدار بگی. جایش خوب میفهمی؟ نه، تمام ای بلاهایی که سرم آمده از خاطر تو هست. تو نمیخوای اینجا باشی، بگی ایام بهترین فرصت. پدر دختر مرا بکش. در مقابل دخترم حتی تمام آسیا را نمیخوایم. خانم اینجا پولاد علمدار آمدن. روانش کن.
سلام. زنگای ما جواب نمیدی. یک بارم برام زنگ نمیزنی. حتی یک بارم نمیگی بیا ببینیم. حال برات میگم. آرام باش. مشنوم. چند روز خارج از کشور بودم. بعضی کارا داشتم. کارایی که نمیخواستم داخل باشم. پولاد، ای که میخوای یا نمیخوای همراه سرانوال باید گپ بزنی. به هر حال وقتش از تاوان کارهای خودم بپردازم. از ارون فیلر انتقام خودم میگیرم. ایره خود تو میفهمی. بازم به جای غلط آمدی. تو باید همراه پدرم گپ بزنی. اینجا چی است؟ میفهمم هر وقت خواسته باشی همراه فیلر ملاقات کردن میتونی. به خاطر چی کمکت کنم؟ چون اگه کمکم نکنی تو را میکشم. کشته نمیتونی. اینجا تمام قومت میکشم. کشته نمیتونی. همراه ما بازی نکن. گفتم کشته نمیتونی. چون که طفل تو در بطن ما است.